به نام خداوند گیتی سرشت مهربان. سلام به همه شما دوستان عزیز و بزرگوار. با شما هستم با مبحث ساختار شعر. شعر بچه‌ها در لغت به معنای دانستن و دریافتن چیزیه. برای درخشان بیان کردن شعر ما نیازمند واژگان هستیم. هر چقدر دایره لغاتمون بیشتر باشه ما بهتر میتونیم خیالات و روح شاعرانمون رو پیاده بکنیم. پس شعر پیامی از خیالات و روح شاعرانه است که با حریر واژگان آراسته شده و اینها تناسب تنگاتنگی با عاطفه و هیجان یک شاعر داره. محمد تقی بهار شاعر و ادیب و نویسنده میگه هر شعری که شما رو تکون نده، نخندونه، نگریونه، اونو گوش ندید. تا وقتی که یک هیجان وحشی شما رو حرکت نده، تا وقتی که حرفی برای گفتن نداشته باشید، تا وقتی که گلایه‌ای ندارید، خاطره زیبایی ندارید، یا اینکه کسی اگه شما رو نرنجونده یا حرف حکیمانه‌ای ندارید، شروع نکنید به شعر گفتن. پس شعر گفتن قاعده و قانون خودشو داره، نه اینکه بیایم همجوری هر کلمه یا دهنم در اومد بزنیم. علاوه بر این که ما باید در واقع ساختار شعر رو بدونیم، باید سعی کنیم به موقع و به جا صحبت بکنیم و حرفی برای گفتن داشته باشیم. پس شاعر باید ذهنش زائده ای از واژگان آراسته باشه و خیال موج بزنه در تفکرات شاعر. شعر در حالت کلی از دو جزء تشکیل شده: ماده و نما. ماده تفکرات و خیالاتی که در ذهن شاعر به مسئله ظهور در میاد و نما اون لباسیه که شعر بر تن میکنه، یعنی وزن و قافیه که باید شاعر بر هر دوی اونها مسلط باشه. دونستن این عناصر و استفاده درست از این عناصر باعث میشه که شعرمون به زیبایی و کمال برسه. شعر باید اسکلت استخوان‌بندی داشته باشه. زبان شعر ما باید زبان تصویر باشه و تا جایی که بتونیم از استعاره ها، تشبیهات، مراعات النظیر و آرایه های ادبی به شیوه زیبا در شعرمون استفاده بکنیم. ساختارهای ادبی در ساده ترین تعریفش مجموعی از آرایه ها، تشبیه، استعاره است و در یک قالبی باید اون شعر گفته بشه که ما انواع قالب های شعری داریم که در جلسات بعد توضیح خواهیم داد که کل اینها رو هم دیگه میشه فرم، مثل فرم صورت یک شخص. پس ساختار و زبان دو وجه سازنده اساسی شعر هستش. خب دوستان بیایید با هم دیگه یک شعر زیبا و کوتاه رو با هم دیگه بررسی بکنیم و در مورد ساختارش صحبت بکنیم. شعر زیبایی از رضا چایچی. جیب‌هایت را پر کن از سپیده و آفتاب، وقتی به دیدار کسی می روی که در گودترین جای شب در انتظار توست. ببینید شاعر اومده با یک نگاه خاص به مرگ و عشق پس از مرگ صحبت کرده. اول اومده آشنایی زدایی کرده. یعنی چی؟ یعنی از کلماتی استفاده کرده که خلاف عادت ذهنی ماست. الان اینجا سپیده نمادی از محو شدگی، آفتاب نمادی از زندگی. در واقع یک فضا ساخته. اینجا شاعر در مورد مرگ و شخصی که در قبر هستش صحبت کرده وقتی که میگه گودترین جای شب. پس شاعر با کلماتی زیبا تصویر سازی کرده و شعری کوتاه و درخشان خلق کرده که در ذهن مخاطب همیشه ثبت میشه. پس ما باید دقت بکنیم که با کلمات زیبا و بجا تصویر سازی بکنیم، بتونیم از استعارات و تشبیهات زیبا استفاده بکنیم و جوری کلمات رو در کنار هم بچینیم یک اثر زیبا خلق بکنیم که همیشه در ذهن مخاطب جاری بمونه. تا جلسات بعدی خدایا رو نگهدارتون.